عصر 21 زمان پیشرفتی بی‌سابقه علم و تکنیک و تکنولوژی‌های نوین بوده. در چنین شرایط رشد منبعی هر یک مملکت از دستگیری و در استحصالات جاری کردن دستاوردهای علمی وابستگی عمیق دارد. سال 2020 از جانب پیشوای محترم امام علی رحمان برای وسیع نمودن تفکر تکنیکی نسل نورس و باز هم بهتر به راه ماندن آموزش و در عمل تطبیق نمودن علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی برای سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلام گردید. اینچنین سال 2021 بهره تحکیم و رشد آموزشی فن‌های مذکور آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت تحت نظارت بی‌واسطه و سرپرستی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برگزار گردید که آن با مقصد رشد تفکر تکنیکی، ترغیب جهانبینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژی‌ها، توسعه اختراع‌کاری و نوآوری، پیوند علم با استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه و آموزش فن‌های ریاضی دقیق و طبیعی، همچنین دریافت و معرفی استعدادهای نو در این سمت‌ها در سال‌های بعدی نیز گذرانیده می‌شود. برگزاری آزمون مذکور طی سالهای 2021-2024 نشان داد که میان جوانان و نورسان کشور توجه به آموزش علم‌های ریاضی دقیق و طبیعی به مراتب زیاد گردیده. این زمینه برای دریافت و تربیت نمودن متخصصان بلند اختصاص مهندسی و تکنیکی گردیده است. جهتی باز هم تکمیل و تحکیم بخشیدن روند برگزاری آزمون و هوسمندسازی بیشتر اشتراکچیان در سال 2025 به آزمون نامیناسیون نو یعنی ذهن صنعی و برنامه‌سازی نیز علاوه کرده شد. اینچنین شماره جایها برای غالبان در دور جمهوریوی از 132 جای به 156 جای زیاد گردید. اینک در شهر دوشنبه اشتراکچیان آزمون معرفتی در دور نهایی یعنی دور چهارم این آزمون مهارت و ملکه ذهنی و ایجادی خویش را امتحان کردند. از سنه 21 تا 23 اکتبر سال جاری در شهر دوشنبه پایتخت مملکت دور نهایی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت ادامه کرد. ابتدا بهره رعایت شفافیت آن و تحلیل و نتیجه گیری های منصفانه به هر یک اشتراکچی از روی نامیناسیون انتخاب نموده‌اش از طرف مسئولین این دور تاکید کرده شد. به هیئت حکمان معرفت پیشه توصیه داده شد که دانش و ایجادیات هر یک اشتراکچی مکمل تحلیل کرده شود. در حقیقت نسبتاً با سالهای پیشین علاقه دیده ایستادیم که سال تا سال شماره اشتراکچیان در آزمون علم فروغ معرفت در نامیناسیون گئوگرافیا روز تا روز شماره هم مکتب‌های تحصیلاتی میانه عمومی هم مکتب‌های تیپ نو و هم دانشجویان افزوده ایستاده است. البته این پیش از همه تشبث پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی است که آزمون‌های گوناگون را برای دریافت چهره‌های نو در ساحه علم به راه می‌ماند. البته هدف چهارم جمهوری تاجیکستان که با پیشنهاد پیشوای معظم ملت این صنعت کنونی با صورت کشور است، ما همگان آزاد گفته می‌توانیم که برای با سرعت ترقی کردن کشور اساس است فن‌های طبیعی دقیق و ریاضی. بنابر اساس آزمونی که از طرف پیشوای معظم ملت پیشنهاد شده است اساس علم علم فروغ معرفت که قریب امسال باز یک نامیناسیون دیگر ذهن صنعی علاوه کرده شد. البته قید کردن با مورد است که ما در این نامیناسیون‌ها یعنی در علم فروغ معرفت میتوانیم که علمان ساحه چهره‌های نوی که در ساحه علم و برای پیشرفت ترقی دادن ساحه صنعت جمهوری تاجیکستان لازمند دریافت نماییم. ما جوانان امروزه کشور را باید که در رویه علم باید تربیت نماییم. مقصد اساسی هم آن همین است که یکی از پرابلم‌های اساسی که امروز در جمهوری قرار دارد این صنعت کنونی کشور است. ما باید که چهره‌های نو در ساحه علم دریافت نموده اینا را به همین سمت روانه سازیم.
در صنفخانه‌های دارای شرایط معاصر زمانوی در دانشگاه ملی تاجیکستان برای خوانندگان، اختراعکاران نورس و جوان و دانش آموزان و اشخاص دارای کسب و کار گوناگون از روی 8 نامیناسیون که آن فن‌های طبیعت شناسی، ریاضی، اختراعکاری و نوآوری و قابلیت ذهن صنعی را در بر می‌گیرند، نزدیک همان امتحان نوبتی را سپاریدند. البته ما جوانان افتخار داریم که در چنین فضای صلح و آباد، آرامی و آسایشتگی وطن عزیزمان تاجیکستان زندگی داریم و در برابر این در چنین آزمون‌های با نفوذ اشتراک می‌نماییم و ما وعده می‌دهیم که در جواب به کل دستگیری‌های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان البته علم آموخته تاجیکستان عزیز را بیش از پیش آباد نموده مشهور جهان می‌گردانیم. باید تذکر دهیم که با دستور به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان حجم مبلغ مکافات برای همه غالبان آزمون 2 برابر زیاد کرده شده. برای آزمون از فاند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 9,220,000 سومانی جدا کرده شد. همین طور سال 2025 برای هر یک غالب جای سوم 30,000 سومانی، جای دوم 50,000 سومانی، جای یکم 70,000 سومانی و برنده شاه جایزه 140,000 سومانی مقرر گردیده است. در بخش گیوگرافیا از دو جنبه، هم جنبه نظریاتی و هم جنبه عملی به یاد گرفته شده است که در جنبه عملی خوانندگان با طبع خطی دانش خود را پیشنهاد میکنند، نتیجه دانش خود را و در جنبه نظریاتی باشد آنها به طور شفاهی که طلبات آزمون چنین است سخنرانی میکنند و از کتاب‌های توصیه شوندگی که با توصیه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان که نمونه کتاب‌های هم درسی و هم توصیوی و اینچنین مناگراف کتاب‌های علمی که به واسطه بخش‌های گوناگون گیوگرافیا پیشنهاد گردیدند سویه دانش اشتراکچیان سنجیده می شود. در روز اول سویه دانش مکتب‌های تیپی نو یعنی لیسه گیمنازیا و بعدتر خوانندگان مکتب‌های میانه و امروز روز سوم دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی پرسیده می شود و در نتیجه هم خودهای نظریاتی و عملی آنها جنبش کرده با کمیسیه جمهوری آزمون پیشنهاد کرده می شود. مسلم است که آزمون مذکور به واسطه با تشبث پیشوای معظم ملت راه اندازی و سال پنجم است که این آزمون برگزار می‌گردد و اون کمبودی و نقصان‌هایی که در دوره‌های گذشته آزمون بودند البته آنها برطرف کرده شده ایستادند و برخی از خوانندگان و اینچنین دانشجویان که سالهای قبلی اشتراک کرده بودند آنها الکی یک آمادگی جدی گرفتگی‌اند چون که از این تجربه برخوردار بودند و دیگر خوانندگان با دانش‌های مکمل اینجا اومدن که واقعا معین کردن سویه دانشجویان برای هیئت حکمان تا اندازه مشکلی ایجاد میکنه چون که اکثریت آنها از تمام کتاب‌ها و تمام معلومات‌ها برخوردار هستند. یعنی این نشان می‌دهد که ذوق و شوق خوانندگان جهت آموزش دلایل‌های نو و جنبه‌های گوناگون علم روانه گردیده است و واقعا ما امیدواریم که این آزمون در رشد علمی کشور باز زمینه‌های مساعد را فراهم خواهد آورد. برای آماده نمودن هر یک اشتراکچی این آزمون با نفوذ سهمی آموزگاران در راهنمایی و آماده گردیدن شاگردان خیلی نظررس می باشد. از این لحاظ مکافات پولی برای هر یک آموزگاری مؤسسه‌های تحصیلات عمومی که شاگردانشان در آزمون سزاوار جایهای یکم، دوم و سوم و شاه جایزه می شوند 20,000 سومانی مقرر گردیده است. علاوه بر این خوانندگان و دانشجویانی که در مؤسسه‌های تعلیمی در گروه‌های پولکی تحصیل می‌کنند در صورت سزاوار جایهای یکم، دوم و سوم و یا شاه جایزه گردیدن در دور جمهوریوی آزمون به گروه‌های رایگان تحصیل گذرانیده می‌شوند. تا دور نهایی البته خیلی مشکل بود برای رسیدن به این دور خیلی تلاش کردیم و رقیبان خیلی رقیبان قدرتمند بودند و این حال باشد برای وارد شدن به دور نهایی نگاه داریم که نوبت رسد. اساساً برای اینکه اشتراکچیان در همین نامیناسیون اشتراک کردن نظامنامه‌های آزمون هست. طبق نظامنامه آن و اثرهایی که برای همین آزمون توصیه داده می شود از همون را البته آموخته بعد اخباراتی که در دایره جهانی که وابسته به مملکت‌های جهان وابسته به در اخباری که در کره زمین می‌گذرد همون را آموخته و این حال منتظر هم اشتراکچی است. موقع گیوگرافی تاجیکستان قسمت آسیای مرکزی جایگی می‌باشد که وی دارای اقلیم مساعد می‌باشد و در جمهوری تاجیکستان اساساً 4 نوع اقلیم خشکی کانتیننتالی، معتدل، بیابانی و بلندکوهی بیشتر دیده می‌شود که این برای
در هر یک منطقه کشور اول اقلیم خاص خود را دارد، مخصوصا در قسمت‌های جنوبی کشور که اقلیم کنتیننتالی خشک خاص میباشد و همین خیل در اقلیم تاجیکستان تاثیرهای زیادی مثلا به مانند جران‌ها میرساند. بعد از همین سبب با تغییریابی اقلیم که در عین حال یکی از پروبلم‌های گلوبالی به حساب می‌رود، البته جمهوری تاجیکستان نیز به تاثیر نمانده است و چقدر که ما می‌دانیم در تغییریابی اقلیم که مخصوصا بیشتر تاثیر آنها با پیریخ‌ها و ذخیره‌های آبی تاجیکستان تاثیر منفی رسیده است. تاجیکستان نیز در پی اینکه رفع کردن چنین مسائل گلوبالی تلاش دارد. تاجیکستان یکی از کشورهایی میباشند که در رفع کردن پروبلم‌های گلوبالی مخصوصا وابسته به آب و اقلیم خیلی پیشرفت میباشند و قانون درباره حفظ پیریخ‌ها قبول گردید. تاجیکستان دارای سرگای آب‌های بزرگ در عرصه جهانی به حساب می‌آید. در سیمخانه که ما روی نوار آوردیم، اشتراکچیان نامیناسیای گیوگرافیا اول طریق خطی بعداً شفاهی نزدی هیئت یکمان برآمد می‌کردند. هر یک اشتراکچی از روی سوال‌های داده شده مشخص جواب خویش را پیشنهاد می‌کرد. سال سوم است که در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت اشتراک می‌ورزم. این یکی از سبب‌هایی بود که من نامیناسیای گیوگرافیا را انتخاب کردم، چون که از دوره‌های کودکی از دوره‌های مکتبی با این فن شوق و رغبت زیاد داشتم و میخوام که در این جاده علم گیوگرافیا موفق شوم. گیوگرافیا یک علمی است که یعنی تمام کره زمین را می‌آموزد و شوق‌آوریش در آن است که تمام انسان را با تمام کره زمین، یعنی اقلیم آن و گرمشوی اقلیم و باد و هوا، یعنی که تمام کره زمین را گیوگرافیا می‌آموزد. این یکی از سبب‌هایی بود که من فن گیوگرافیا را انتخاب نمودم و می‌خواستم که جوانبینی خود را در علم گیوگرافیا در تمام دنیا وسیع نمایم. در آزمون اشتراک کردن این برای غالبیت نیست، فقط انسان می‌تواند در آزمون‌ها اشتراک کردن علم خود را صیقل دهد و جهانبینیش وسیع شود. باید یادرس شویم که در این آزمون معرفتی نیز سن و سال داوطلبان محدود نبوده، اشخاصی دارای کسب و کار گوناگون میتوانند با دانش‌های فراگیر خویش و نوآوری در ساحه علم و تکنیک در این آزمون شرکت نمایند. آمینه بابا سعید و دانشجوی کالج طبی شهر حصار با افتخار از شرکتش در دور جمهوریوی آزمون مذکور ابراز اندیشه کرد. من در دوره‌های شهری و منطقوی این آزمون جایهای نمایان را به دست آوردم و می‌خواهم که در این دور جمهوریوی نیز غالبیت به دست آورم. من منتداری خود را به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می‌رسانم که برای ما جوانان چنین آزمون‌ها تشکیل نمودم و ما جوانان وقتی خود را بیهوده صرف نکرده در چنین آزمون‌ها شرکت ورزیده جهانبینی خود را وسیع می‌کنیم. مورد به یادآوری است که دور نهایی آزمون مذکور از سنه 21 تا 23 ماه اکتبر سال جاری در سیمخانه‌های زمانوی دانشگاه ملی تاجیکستان ادامه کرد. در روز سوم معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری به رفت برگزاری دور نهایی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت آشنایی پیدا نموده و کاری هیئت حکمان از روی 8 نامیناسیا در دوام روز شناس گردید. از این جانب گفته شد که اشتراکچیان از روی نظامنامه باید منصفانه پرسیده شوند تا بهترین ها در این مرحله درست انتخاب گردند. زیرا هدف از برگزاری چنین آزمون‌های معرفتی این دریافت استعدادهای نوین بهره رشد فردایی این میان است.